شاید تو ذهن بعضیاتون این سوال مطرح بشه که تریبون آزاد چرا اینجا؟ اولا ما اسمش رو عوض کردیم، گذاشتیم بحث آزاد، و دوم اینکه احساس کردیم تریبون قبلی دیگه یکم قدیمی شده و احساس کردیم باید یه مدل جدیدتری رو تجربه کنیم. اولین تجربه هم گذاشتیم در سالن اجتماعات باشگاه خبرنگاران جوان. نفر اول کیه؟ اول آقا ما بگیم بحث آزاد. آقا من زودتر گفتم، من موقع بودم. فقط در رابطه با این بحث آزاد که گفتین، الان بحث آزاد هم هست. آقای مرقاطی، من می‌خواستم بگم که جای آقای احمدی نژاد خالیه، چون ایشون استاد بحث‌های آزاد هستن. میدونین که خودشون میرن استان‌های مختلف همینجوری یه تنه وای میستن جلو جمعیت، همینجوری بحث آزاد میکنن، آزادانه هر چه دهنشون در میاد میگن. بعدم که من فکر می‌کنم، به نظر من یک فکر نوعی دارم. بحث آزاد تو نظام جمهوری اسلامی دیگه خیلی تکراری شده. ما الان 30 سال هر روز داریم بحث آزاد میکنیم. به نظرم بحث اجباری بذاریم که یه حرف نوعی هم باشه تو دنیا. بعد دیگه خلاصه چون دنیا به ته خط رسیده دیگه، اجباراً بیایم به این سوال پاسخ بدیم که آرزوی امام چی بوده. آرزوی حضرت امام بودش که روزی سلاح‌ها به قلم تبدیل بشه. ناصر خدا نکشته. واقعا این حرف امام زده بود. پس اگه اینجوری باشه که من الان یه زرادخونه اینجا سلاح دارم که آقای مرقاطی موشک دستو بالا و الا بیار کرد. این زرادخونه الان من امام گفته دیگه. آقا اینم یه بحث آزاد داره، این آقا هم صحبت بکن. بحث آزاد کن، بحث آزاد. تا خواستیم بفهمیم انقلاب چیه، تحریم اقتصادی شدیم. تا خواستیم به خودمون بیایم 8 سال تمام جنگ کردیم. نمیشینیم اینا رو بشمریم. 30 سال تازه رسیدیم به اینجا. اینا رو نمیگن. چرا دارم دفاع میکنم؟ هنوز اول انقلابیم. بابا خب راست میگه دیگه این دیگه بابا. خب راست، تازه اول انقلابیم ما. من تا بندازی بری سر وصال، بری تا میدون فردوسی، خب کل ایستگاه اصلا دیده نمیشه میدون فردوسی. اصلا اینا شما نمیشمرین دیگه. آقا اصلا بحث آزاد یکی باید بشه مسئول شمارش، اینجوری نمیشه. اصلا بحث آزاد پیش نمیره. آقای مرقاطی چاره ولیعصر هم نگه دار، این آقا میخوام پیاده شن. بعدم تو این نگو تحریم دیگه، ورق پاره. بحث آزاده دیگه. آقا بحث آزاد ما رو به مجلس تحریم تبدیل نکنین دیگه. برادر من با شما. خانم با منی؟ نه شما با من نیستی که. او نمیشه وسط بحث آزاد یه تیمو عوض کرد که. شما با اون تیم بودی دیگه. دیشب این همه صحبت کردیم، همه قاطی کردن. بابا اینجوری خوب نیستش که. آقای مرقاطی بابا دیگه بچه‌ها خیلی بحثمون ماسخیاری شد دیگه. یکی یه کاری بکن. با عزیز اکشن تو دو تا دادی بزن لااقل. عزیز من آقا یه لحظه، دوست من، ما اصلا همین الان به تک تک اینا همه رو پاره پاره میکنن. خب بابا گفتیم اکشنش کن، ندیم پاره میکنن. آقا باشین بچه‌ها، اینجوری اگه بحثمون میخواد پیش بره تلفات میدیم. تلفات. آقا تایموت این بذارین این ناصر شعرش ناصر شعر تو بخون. ناصر دانه‌ای کاشته شد، ساقه‌ای رشد نمود، برجبارش با تو. این برجبارش با تو خیلی معنی داره. احسن، تشویقش کنین. بچه‌ها یه صبر کنین. ترقی شما شروع می‌کنید دست زدن. بحثمون دیگه خیلی تخرتمه شده. حالا اصلا اینجوری نمیشه که این بحث‌های سوسکی. هیچ کس هم که حرف مخالف نمیزنه که. اصلا فایده نداره. اینا دیشب تمرین کردیم، من نمی‌فهمم شما اصلا حواستون کجا بوده. آقا من اصلا میخوام یه بحث انگیز شو داغ نکن. آقایون خانوما، چرا وضع اقتصادی هیئت دولت اینقدر بده؟ نمایندگان مجلس زیر خط فقر چه غلطی میکنن؟ اصلا من مخالفم. من به شما بگم مشکل اقتصادی الان فقط برای ایران نیست. الان آمریکا بزرگترین مشکل اقتصادی رو داره. الان غرب خودش بزرگترین مشکل اقتصادی رو داره. پسر راست میگی یا عجب جواب قانع کننده ای بود. چرا تا حالا این به ذهن من نزده بود؟ آمریکا هم مشکل اقتصادی داره. پس اگه اینجوریه ما باید مشکلات اقتصادیمون بیشتر بشه تا بتونیم جهان رو اداره کنیم، به قول آقای احمدی نژاد. بچه‌ها نظر شما چیه؟ هممون مشکلات داریم، ولی آخه این حرفایی که شما دارین میزنید حرفای قشر فرهنگ و تحصیل کرده نیست. همش میگیم پول نداریم اقتصاد، فدای تو بشم، فقط پوله، فقط اقتصاد. نه
خانم نه الان بحث استشهادی رو مطرح نکنید. الان قرار نیست تو این سالن کسی فدای کسی بشه. الان بحث آزاده. بعدم که الان بحث پول نیست، بحث مادیاته. راست میگه دیگه، بحث مادیاته. برای من خیلی جالبه وقتی از بچه‌ها سوال کردن انقلاب چی کار کرد، هیچ بعدیشو مورد بررسی قرار ندادین. مثل زمانی که از مادر بزرگم میپرسیدم انقلاب برای چی کردیم، میگه کاباره ها رو جمع کردیم. جدی؟ مادر بزرگ شما چه این حرفی رو زده؟ واقعا عجب مادر بزرگ ضد استکباری دارین شما. کاش عوض شما ایشون تو این بحث آزاد ما شرکت میکردن. راست میگه دیگه. بیاین درباره جمع کردن کاباره ها صحبت کنیم. اصلا امام هم برای همین اومده بود دیگه. من غیر از این بود. قبول دارین؟ اگر قبول نداشتیم نمی اومدیم اینجا. آره درسته. ببین من پسر همون پدری هستم که منو بزرگ کرده. نه بابا، تو پسر همون پدری؟ عجب داستانیه. من تا حالا فکر می‌کردم من پسر اون پدری هستم که تو بزرگش کردی. یا شایدم تو پدر اون پسری هستی که من بزرگش کردم، یا اون پسر پدر یک پدر. او پاک ما رو احساساتی کردی ها. دوست عزیزمون صحبت قشنگی کردن، واقعا هم درسته. اصل مطلب اینه که باید منطقی صحبت کرد تا احساسی. بله آقای برقاتی، منم نظرم همینه. تا احساسی بهتره. جواد جان یه شعر تا احساسی بیا. دانه‌ای کاشته شد، ساقه‌ای رشد نمود، برگ بارش با تو. این برگ بارش با تو خیلی معنی داره. بازم همون شعر رو خوندی که بابا عجب داستانی ها. من دیشب بهت یه دیوان دادم همه رو حفظ کنی و تو هم یه تیکه رو حفظ کردی. اصلا من نمیفهم تو اینجا چیکار میکنی؟ تو اصلا با این مال نسل ما نیستی. اون نسل رفت، نسل بعدی اومد، ما نسل سومیم، نسل دوم چیکار کرد؟ آقا یه لحظه من جوابشو میدم. نه شما من جوابشو میدم. یه لحظه صبر کن. من میخوام جوابتو بدم. ببین اون نسل رفت، یه نسل چهارمی اومد. اون نسل چهارم رفت، یه سومی اومد. تو بحث الان بحث آزاده دیگه. مثلا یه نسل هشتم هم اومد. اون نسل هشتم از کجا اومد؟ اون 4 تایی اومد. 4 تا و 8 تا میکنه 12 تا. 2 تا اونجا، 2 تا سالاد و یه نوشابه و ماست و دیگه سبزی هم داشتین شما. نفهمیدم داستانش نسل در نسل شد. بحث آزاد ما نسلی شد اصلا. آقای مرقاتی حساب ما رو بکن بریم. میز ما چقدر میشه؟ من با ایشون که صحبت کردم موافقم، اصلا حرفشون دقیقاً درسته، ولی با ایشون مخالفم. چی؟ با بحث من مخالفی؟ بریم بعد اول بحث آزاد میگفتی. برو بریم آقا. اینا چه بحث آزاد میکنی شما؟ اصلا طبیعی بازی نمیکنین اصلا. اینا دیشب تمرین که با دینتون رو با این بازیتون اصلا همتون طبیعی‌تر من دارم بازی میکنم. وسط بحث آزاد. اینا همتون رو میکشم ها. اینا دیشب تمرین تا صبح بیدار بودم من. تو شعرتو بخون ناصر. نمیخواد اصلا تو هم بخونی. همتون مصنوعی بازی میکنین. مرقاتی تو یه چیزی بگو. انشالله که توی همه عرصه ها به موفقیت های چشمگیری برسیم، ولی اینو فراموش نکنیم که یک نردبان رو نمیشه 2 پله یه دفعه رفت بالا. مثلا نردبانی که شاید خیلی از اون پله‌هاش رو دشمنان رو کنده باشن. آقای برقاتی شما هم که این وسط بحث آزاد قاط زدید. ما از اول داریم خودمون رو پاره پاره میکنیم، تو چه میدونم پله نردبون رو تو آوردی جوش بدی؟ داستانی ها. چیه خانم اونجوری چرا نگاه میکنی؟ دست گوشی از اول بحث آزاد تا الان دست گوشی رو دست اصلا من تا حالا بحث آزاد ندیدی؟ عزیز بلند شو پاره پاره کنیم. باشه دیگه راه بندازیم.